سلام و عرض ادب خدمت دوستان. اینجا ایرانگاله. منم قلی‌پورم و همراه همسر عزیزم خانم دکتر حبیبی. از سال 1387 تا به امروز تونستیم که درمان بیماری گال رو به تمام قاره‌های جهان صادر کنیم و شدیم مجموعه ایرانگال. تمام درمان هایی که تا به امروز رفتید، نظیر پرمترین، لیندان، کورتامیتون، تمام کرم های دستاز و گوگرد و سولفور و دیگه ارزم به حضورتون سرکه و واجبی و اینا هیچ کدومشون جواب نداده. قطعا نباید جواب بده. ما در پوست 3 لایه داریم. اینو بگم حالا خیلی اونایی که متخصصن گوش کنن، به دردشون میکنه. اپیدرم پوست، این لایه بالایی که با چشمتون میبینین بهش میگن اپیدرم. یه لایه پایین ترشه بهش میگن درم پوست که میشه لایه میانی. یه لایه انتهایی داریم که بهش میگن هیپودرم پوست. اغلب بیماری های گال کلاسیک، یعنی گال هایی که اغلب تو ایران و همه از هم دیگه میگیرن، نهایتا میتونه تا لایه عمق درم پوست بره و گال هایی که از مدل نروژی، گال گره‌ای، گال زیرپوستی که اغلب در خارج از کشور و این کشورک های خلیج فارس و مدیترانه و اینا میگیرن، اونو خب میتونه یه مقداری وخیم‌تر باشه. شما دقت بکنید بیماری که مثلا ما از استانبول داریم، بیماری که ما مثلا از مراکش داریم، خب خیلی متفاوته اون بیماری که از تهران داریم، از اصفهان داریم، از شیراز داریم، از همدان داریم. متفاوته بیماریاشون. و اونایی که داخل ایرانن اغلب گال کلاسیک میگیرن. هرچند ما میگم برای بدترین روزهامون هم آماده ایم. چجوری؟ تونستیم 7 دوز دارو مختلف بسازیم براش. از سال 87 تا حالا داره کار میکنه، به اثبات رسیده، مجوزهاشو طی کرده، مسیر صادراتش اخیراً بازگشایی شده برامون و تونستیم تنها درمان کننده گال در دنیا باشیم. و از این 7 مدل دوز مختلف هر کدوم برای یه مدل از بیماری گاله که آنهایی که داخل ایرانن فقط همون دوز کلاسیک رو میخوان، استفاده میکنن تو 5 روز بدون خوراکی. خیلی مهمه. مثلا آیورمکتین گالی که درمان نمیکنه، هیچ، دستش شکسته میزنه، چشش هم کور میکنه. اینا بدون عوارض درمان میکنه، خوراکی توش نیست، تزریقی توش نیست، از ایناست. روزی یه دونه رو باز میکنید بر طبق دفترچه راهنمایی که دارید میتونید استفاده بکنید. این کل توضیحات این دارویی که ما ساختیمش. بسیار هم ساده است، راحت، پیچیدگی هم نداره، مواد محیطش هم داخلش هست و مجموعه ایرانگال، مجموعه وزین ایرانگال مفتخره که اینو بتونه در اختیار بیماران قرار بده. برای ثبت سفارش و مشاوره، اونم در حدود تایم 3 دقیقه‌ای، چون ما تلفن‌های مجموعه‌مون به شدت از لحاظ حجم تماس بالاست. یه موقع من الان پیشاپیش عذرخواهی میکنم از بیماران گرامی، یه موقع حمله بر خودستایی نباشه یا یه موقع بی‌ادبی و بی‌احترامی نباشه. در عرض 3 دقیقه شما میتونی هم مشاوره داشته باشی، هم خریدتو انجام بدی. اینکه یک بیماری بخواد زنگ بزنه سیاه صحبت بکنه، نه. خب بچه ما به خاطر اینکه ما روزی شاید تا 1200-1300 تا تماس داریم برای بیماری گال، نمیتونیم همه رو پاسخگو باشیم. پس سعی میکنیم با یک کوالیتی، با یک کیفیت بسیار بالا بخوایم به بیمارانمون پاسخ بدیم. این از داروی گال یه پکیج کامله که کاملی بیماری براتون درمان میکنه 0 تا 100 بدون کوچکترین عوارضی و قابلیت نفوذ به لایه هیپودرم پوست هم داره. و این دارو هم اصلا هیچ گونه نه مشابه داخلی داره نه مشابه خارجی داره، به هیچ عنوان. تمام کسایی هم که ادعا میکنن ما این دارو رو داریم و درمان میکنه، الله اعلم. من باز انتقاد از کسی هیچ موقع تو زندگیم پله نساختم. انشالله که همیشه سلامت باشید، سایتون بالا سر خانوادتون باشه، عزیزاتون همیشه پیشتون باشن، در پناه آقا صاحب زمان باشید. یا علی، خدا نگهدار.